السلام علیکم وطن عزیز. نسبت زن برای شما موضوع کردم. با دقت زنهای مسلمان اگر باشن گوش کنن، مرد هم اگر گوش کنن هیچ بدی ندارد. چرا در عالم مسلمان ها زن را همچون انسان احترام نمیکنن بسیاریا؟ چرا؟ سببش این است. من سببش این است که یک تا یک یکمش دور بودن از رحمت خداوند. کسی که رحمت خداوند دور است، به خداوند رابطه مستقیم ندارد، از خداوند نمیترسد، با زن چگونه که خودم رفتار میکنه. دویمش تربیت نادرستی فرزند. چقدر تربیت نادرست؟ چگونه؟ مثال که در اویله میگن که مرد از زن بالا است. دوی مرد از زن بالا میمونن. حالا که مرد در بعضی کارها از زن بالا است، همیشه از زن بالا نیست. مرد در کدام حالت از زن بالا است؟ در حالتی نفقت دادن زن باید که نفقت دهد. سومی مرد سومی هم زن حساب میشه، هم سومی خودش. مثال هم برای زن میخرید هم برای خودش. اما سومی زن سومی مرد حساب نمیشه. در دین اسلام وقتی که زن درآمد دارد که سومی او را شوهر حق نداره گیرد تا آنه که خودش اگر که ندهد و شوهرش مثل که یاری ندهد یا یاردن دادنی باشه که همچون تحفه، حقوق نداره سومی را گیرد. یکی مرد باید که اویله را خورانه بشونن. این از زن بالا میسه برای نفقت دادن. این در آیتی سوره نیسا در آیت 34 آمده. یکی مردها نفقه دهنده زنها هستند. یکی آیت رو تا عصر ما ترجمهش خیلی نادرست بود که مردها خوجاین زنها هستند. برای که خوجاینی میکردن مردا با زنها که ای تو گام نزن ما خوجاین هستم. اکنون از او آیت درست کردن که مرد نفقه دهنده زن است. خب با ندانستن تاریخ زن در اسلام، تاریخ زن رو در اسلام ندانستن معناش اینه که حقوق زن رو در اسلام ندانستن. زن چگونه حقوق دارد؟ زن رو باید که نزند مرد، زن رو باید که پس بلند نزند، فقط با سخنی خوب، با معامله خوب. اینطور که با سخنی خوب نفهمید که با سخنی گنده نمیفهمد. لیکن هستن زنهایی که با سخنی گنده میزننش و بعد میفهمن. این هم زنهایی هستن که در اویلشون زده کلام کردگیان. اینا رو انرژیچ وامپیر میگن. در یک ژورنال خوندگی بودم وقتی که میزند مرد زن رو، زن قوتی مرد میگیرد، بعد به قوت میشه میگردد. بچه میگن دوست میداره، برای اینکه مرا میزنه. شوهر میگن زنها. لیکن معنی نداره که دوست میداره میزنه. معنی که سری مرد که ویران کرد خیلی زد شم خسته. این سبب است. بو سبب دیگه که مرد باید که غضب خشه باید به دست گیرده، زنان نزنن. بله زنهایی هست که سری مرد که ویران میکنن، مردهایی هست که سری زن که ویران میکنن. هر دوشون هستن حالتی که ویران میکنن. یکی در این حالت ها باید که همدیگه فهمانه از همون جای جنگ اوسو شوند. در حالت جنگ مرد زن در باید نباشن، یک طرف باید طرف که تا اینکه آرام شدن گشته با اومده صلح آرامی باشه. در یک جایی هستن جنگ میخورن. وقتی که زن مرد جنگ خورن کدام شوهر یک شیطان رو شیطان میبوزه. یک شیطان رو میبوزه. وقتی که با مرد زن که جنگ سخت شود شیطان خرسند میشه، با خدا ایروز نکنه که زن شوهر جدا نشوند. خدا ایروز نکنه جدا نشوند. فکر جدا شدن در هیچ باید نباشن. جدا شدن آسانه، لیکن عبادت کردن دشوار است. وقتی که زن شوهر که جدا شدن شیطان میره در کلانش خبر میده که من خیلی اویلر بیان کرده، خدا ایروز نکنه. بعد آیا چی میپوشونن؟ تاج میپوشونن که کاری زور کردی. برای هیچ با فکر ویروشای اویله کردن چی میگه رفته رسوندن در کار نیست. فقط باید فکر کنه که اویله باید مستحکم باشه. خب به مهر مادر کلان شدنی مرد، وقتی که مرد رو مثال مادرش مهربانی که نکرده باشه، به مهر مادر کلان شده باشه، این هم سبب میشه که با زن معامله خوب کرده نمیتونه. بله ندارم مهر مادری گفتگی نیست، زن گفتگی نیست. از زن میخواد که زن با او مهربانی کنه. چیزی نور سویره از زن میخواد که گیره. از زن در این حالتی است که مهربانی کرده نمیتونه، بعد میشوند جنگ جنجال. همین سبب هایی که من در حیات دیدگی به شما گفته ایستادم که مثلا برای چی مرد زن پس میزنه. این دم تگیر کی بو حق داده گپ زدن. این گپو در دین اسلام نیست. ببینید که عایشه مادرمون رضی الله عنها حدیثای زیاد از همه زیاد حدیث از مادرمون عایشه رضی الله عنها اشتگه پیوچتگه. برای اینکه مادرم با عایشه با همراه پدر با همراهی میبخشید پیغمبر سلام نشسته صحبت میکردن، گپ میزدن، چی کار کردگیشه، چی حرکت کردگیشه. مادرم عایشه رضی الله عنها با واسطه حدیث
ба ривоят кунандагӣ ривоят карда ба одамое ки ҳадис дора то замони момадастагӣ расондагӣ. зан яъне ки ҳуқуқ дорад гап занад бо мард нишаста озодона ҳал кунад мушкилеро. хеле не ки хаб кун гап назан. хаб кардан дар ҳолати ҳо ҳаст ки хаб мекунад вақте ки дар ғазаб меояд. зан бояд ки ғазаболуд бо шавҳар гап назанад. мард ҳам инчунин ғазаболуд бо ҳамсар бояд гап назанад.